البته نمیگم دنبال رفع تحریم نباشیم. چرا؟ واقعا اگر بتوانیم تحریم رو رفع کنیم 1 ساعت هم نباید تأخیر کنیم. البته نمیگم دنبال رفع تحریم نباشیم. چرا؟ واقعا اگر بتوانیم تحریم رو رفع کنیم 1 ساعت هم نباید تأخیر کنیم. منم گفتم، حالا هم تکرار میکنم، رفع تحریم دست دشمنه، خنثی کردن تحریم دست ماست. غیر از اینه؟ رفع تحریم ما که نمیتونیم خودمون رفع تحریم کنیم، دشمن باید رفع تحریم بکنه. اما خودمون میتوانیم این تحریم دشمن رو خنثی کنیم. پس این مقدمه، این درسته. بیشتر دنبال این باشیم. البته نمیگم دنبال رفع تحریم نباشیم. چرا؟ واقعا اگر بتوانیم تحریم رو رفع کنیم 1 ساعت هم نباید تأخیر کنیم. البته 4 سال تأخیر شده. Susmaz gönlümün yarası. 4 ساله از سال 95 بنا بوده همه تحریم‌ها یک باره برداشته بشه. امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌ای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های مالی، تمام تحریم های بانکی، تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. تا الان نه فقط برداشته نشده، زیادم شده، تأخیر شده. اگر بتوانیم با روش درست، عاقلانه، با روش اسلامی و ایرانی، با روش عزتمندانه بتوانیم تحریم رو برطرف کنیم، باید برطرف کنیم. اما به این نیندیشید عمده به خنثی کردن تحریم بیندیشید که دست شماست. شما میتونید بکنید این کار رو و دنبال کنید، با هم دیگه کار کنید، تلاش کنید. این توصیه منه. من از مسئولین کشور حمایت میکنم. شرطش این است که به اهداف ملت پایبند باشن. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه ملت ایران و همه مسئولین کشور توفیق بده بتوانند کارهای بزرگ رو انجام بدن. تمامی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌ای، تمام تحریم های مالی، بانکی، تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد. از سال 95 بنا بوده همه تحریم‌ها یک باره برداشته بشه. تا الان نه فقط برداشته نشده، زیادم شده.